خداوند مرا از دشمنانم فرزانه تر ساخته است. دشمنان شما هراس‌ها، دودیمی‌ها و دلهره‌هایتان هستند. به لذت رهایی آزادی از شر فرعون بیدادگر درون بیندیشید. برخورداری از امنیت، تندرستی، شادمانی و فراوانی نعمت در ذهن نیمه هوشیار همه شما نقش بسته است و معنای این گفته آزاد آفریده شدن نوع بشر و زندگی عاری از هر گونه محدودیت است. این همان ملکوتی است که حضرت عیسی از آن سخن می‌گوید، آنجا که همه آرزوهایمان بیدرنگ برآورده خواهند شد. دلیل این اجابت فوری آن است که در ملکوت خداوند کل هستی در شور و تکاپوست و اگر انرژی هایی که از ذهن ناخودآگاه ما می‌تراود سرشار از کامیابی، شادمانی و نعمت باشند، همه این چیزها در زندگی واقعی پدیدار می‌شوند. اگر احساس تنعم و موفقیت کنید، ناگهان چکی به مبلغی هنگفت و یا هدیه‌ای زیبا دریافت می‌کنید. این داستان شاهدی است بر مسئله این که گفته شد. مرا به یک میهمانی دعوت کردند که در آن مسابقه‌ای برگزار می‌شد و به برنده آن یک بادبزن زیبا تعلق می‌گرفت. در میان مهمان‌ها زن بسیار ثروتمندی به نام کلارا حضور داشت. سایرین که نسبت به او از متمول کمتری برخوردار بودند به وی رشک ورزیده و در گوش یکدیگر نجوا می‌کردند. امیدواریم کلارا برنده نشود. وسط البته که او برنده مسابقه شده و بادبزن زیبا را به چنگ آورد. او آسوده خاطر بود و خیال پیروزی را در سر داشت. حسد و نفرت مدار نیکبختیتان را تنگ کرده و شما را از دستیابی به بادبزن‌هایتان دور نگاه می‌دارند. اگر در شرایطی هستید که ممکن است دچار این حالات روحی منفی بشوید، کلام زیر را تکرار کنید. آنچه خداوند برای دیگران انجام داده، همان را و چه بسا بیشتر از آن را در حق من نیز انجام خواهد داد و پس از آن بادبزن‌ها و نعمت‌های خدا به شما ارزانی خواهند شد. هیچ کس جز خود انسان به وی چیزی نداده و یا از وی دریغ نمی‌دارد. بازی زندگی یک بازی تک نفره است. هنگامی که شما تغییر کنید، ورق برمیگردد. اینک دوباره به مثال فرعون ستمکار باز می‌گردیم. هیچ کس یک بیدادگر را دوست ندارد. سالها پیش دوستی داشتم که نامش لتی بود. پدرش مرد ثروتمندی بود ولی نیازهای دختر به همسرش را تنها در حد خیلی معمولی برآورده می‌ساخت و با تجملات مخالف بود. من و لتی با هم به یک هنرکده می‌رفتیم و در آنجا همه هنرجویان موظف بودند که کپی آثاری همچون مجسمه پیروزی بالدار و یا تابلوی مادر ویستلر را خریداری کرده و به خانه ببرند. دیدگاه پدر دوستم در مورد این آثار آن بود که از این خنزر پنزرها به خانه نیاورد و زندگی بیرنگ و لعاب لتی سپری میشد بی آنکه بر در و دیوار اتاقش یکی از این آثار هنری وجود داشته باشد. پدرش به او و مادرش میگفت هر وقت من مردم راحت میشوید. روزی از لتی پرسیدند کی به خارج از کشور سفر میکنی؟ همه هنرجویان به خارج از کشور سفر میکردند. او با خوشحالی جواب داد هر وقت بابام بمیره. بله، همه انسان‌ها چشم انتظار روزی هستند که از بیداد و تنگنا رهایی یابند. بیایید خود را از استیلای پندار منفی آزاد سازیم. ما برده تردیدها، ترس‌ها و دلواپسی‌های خودمان هستیم. بگذارید همچون قوم ستمدیده‌ای که به یاری پیامبر خدا از مصر رهایی یافتند، ما نیز خود را خلاص کنیم و از سرزمین اسارت بگریزیم. پنداری را جستجو کنید که بیشترین ستم را در حقتان می‌کند. گره اصلی را پیدا کنید. ممکن است بعضی از الوارهایی که در بهار از طریق رودخانه‌ها جابجا می‌شوند، به یکدیگر گره خورده و راه را بند بیاورند. در این مواقع کارگران به دنبال الواری هستند که از آن به عنوان گره اصلی یاد کرده و با برطرف کردن گرفتگی این قسمت دوباره کار حمل و نقل را به روال عادی خود باز می‌گردانند. شاید گره اصلی شما خشم و نفرت باشد. این عوامل مانع تحقق یافتن سعادت شما هستند. هرچند بیشتر نفرت بورزید، چیز بیشتری هست که از آن متنفر باشید. با شکلگیری حس نفرت در ذهنتان آن را به عادت زندگی خود تبدیل خواهید کرد. آنگاه مردم از شما دوری می کنند و در نتیجه فرصت‌های طلایی زیادی را از دست می دهید.
به خاطر می‌آورم که سالها پیش خیابان‌ها پر از سیب فروش‌های دورگرد بود. آنها صبح‌های زود از خواب بیدار می‌شدند تا جای بهتری پیدا کنند. در خیابان پارک سیب فروشی را دیدم که قیافه‌ای بسیار عبوس داشت و برای فروش میوه‌هایش از لحن پرکاشی عجیبی استفاده می‌کرد. آی سیب دارم، اما هیچ کس از او چیزی نمی‌خرید. من از او سیبی خریدم و به او گفتم تا قیافه‌ات را عوض نکنی کسی از تو سیب نمی‌خرد. پاسخ داد آخر آن پسرک که آنجاست جای مرا اشغال کرده است. گفتم مهم نیست تو کجا بساطت را پهن کرده باشی. اگر تبسم کنی به راحتی می‌توانی سیب‌هایت را بفروشی. او حرفم را قبول کرد. فردای آن روز که وی را دیدم برخوردش کاملا عوض شده بود. لبخندی بر لب داشت و سرش حسابی شلوغ شده بود. پس گره اصلیتان را پیدا کنید. ممکن است بیش از یکی باشد و با برداشتن آن الوارهای موفقیت، سعادت، شادمانی و فراوانی نعمت در رودخانه زندگیتان به حرکت در خواهد آمد. اکنون بروید و خشتتان را بزنید هرچند کسی به شما کاه نمی دهد. اما به اذن خداوند خواهید توانست بی نیاز از آن خشت درست کنید. و 5 تن از آنان خردمند و 5 تن بی خرد بودند و این نادانها بودند که بدون برداشتن سوخت چراغ‌هایشان را با خود بردند. انجیل. و 5 تن از آنان خردمند بودند. موضوع نوشته این فصل پیرامون حکایت باکره‌های دانا و نادان است. و 5 تن از آنان خردمند و 5 تن بیخرد بودند و این نادانها بودند که بدون برداشتن سوخت چراغ‌هایشان را با خود بردند. اما دانایان در ظرف‌هایشان سوخت ریخته و به همراه بردند. این حکایت به ما می‌آموزد که دعای حقیقی به معنی آماده شدن برای رسیدن به خواسته است. عیسی مسیح گفت اگر آنچه را که در دعایتان طلب می‌کنید باور داشته باشید آن را دریافت می‌دانید. پس به شما میگویم اگر ایمان داشته باشید به هر آنچه میخواهید میرسید. دعایتان اجابت خواهد شد. منظور حضرت مسیح در این مسئله مذهبی آن است که فقط کسانی به خواسته هایشان میرسند که با نشان دادن ایمان فعال برای رسیدن به نیکبختی و خیر و صلاح خود آمادگی داشته باشند. به یاری ایمان فعال سعادت انسان ظهور و بروز خواهد کرد. ممکن است بتوان این آیه را به صورتی دیگر تعبیر کرد. هنگامی که دعا می کنید باور کنید که خواسته تان اجابت شده است. هنگامی که دعا می کنید به گونه‌ای رفتار کنید که گویی پیشاپیش به خواسته تان رسیده اید. ایمان منفعل یا متزلزل هرگز قادر نیست کوه‌ها را از جا برکند. وقتی روی مبل در کنج خلوت یا در سکوت مراقبه آرام نشسته اید، وجودتان سرشار از شگفتی این حقیقت است. احساس می کنید که ایمانتان هرگز متزلزل نخواهد شد. می دانید خداوند حامیتان است و از این رو هرگز به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. احساس می کنید که خداوند همه مشکلات، بار قرضها و قید و بندهای شما را خنثی می کند. آنچه اهمیت دارد آن است که وقتی از گوشه عزلت در می آیید و پا به جهان واقعی می گذارید بر سر این ایمان خود پافشاری کنید. ایمان شما در جهان حقیقی دارای ارزش است. این مثال به خوبی تأییدی است بر چگونگی عملکرد این قانون و این امر که ایمان بدون عمل بیهوده است. یکی از شاگردانم آرزو داشت به خارج از کشور سفر کند. او از این کلام استفاده می کرد. خدا را برای سفری که بر اساس طرح او و به مدد و بودجه الهی به نحو احسن انجام می شود شکر می کنم. وی پول اندکی داشت اما با در نظر گرفتن قانون الهی آمادگی یک چمدان خرید. چمدان مذکور رنگ بسیار شادی داشت و یک نوار قرمز رنگ دور آن بسته می شد. با نگاه کردن به این چمدان تصویر به سفر رفتن در خاطر مرد جرقه می زد. یک روز حس کرد که اتاقش تکان می خورد. گویی در کابین یک کشتی به سر می برد. کنار پنجره رفت و نفس عمیقی کشید و عطر بارانداز به مشامش خورد. به نظرش رسید که صدای مرغان دریایی و جیرجیر دیوارهای اسکله را می شنود. چمدان آغازگر پیشامدهای خوبی شد، چرا که برای مرد نوید بخش سفر بود. چندی بعد پول زیادی به دست مرد رسید و وی به سفر مورد علاقه اش رفت که از همه نظر عالی و به یاد ماندنی بود. در آوردگاه زندگی باید روحمان را با امواج هستی هم نوا سازیم.
انگیزه ما در این سفر ترس است یا ایمان؟ با احتیاط مراقب انگیزه تان باشید، چرا که آنها بنیان اتفاقات زندگی هستند. اگر مشکلات مالی دارید که اغلب همچنین است، باید ساز امور مالیتان را با ساز الهی کوک کنید و همیشه بر پایه ایمانتان عمل نمایید. داشتن گرایش مادی به پول و توکل کردن به حقوق و درآمد و سرمایه‌تان باعث برباد رفتن آنها می شود. گرایش معنوی مالی آن است که با توکل به خداوند وی و نه خود پول را حامی خود فرض کنید. برای حفظ دارایی‌تان تصور کنید همه آنها موهبتی خدادادی هستند. آنچه خدا می بخشد از بین نمی رود و اگر دری بسته شود بیدرنگ در دیگری گشوده می شود. از محدودیت و تنگ دستی چیزی نگویید، چرا که بر اساس گفتارتان مورد داوری قرار می گیرید. شما به هر چه توجه کنید با آن یکی خواهید شد و اگر به ناکامی توجه کنید دچار شکست و روزگاری سخت خواهید گردید. شما باید عادت زیستن در بعد چهارم، دنیای شگفتی ها را در خود پدید آورید. در این عالم قضاوت‌های شما ظاهری نیست. دنیایی که به چشم دلتان آموخته اید که ناکامی را پلی ببینید به سوی پیروزی، بیماری را روزنی به سوی تندرستی و محدودیت را همچون ریسمانی به فراوانی و نعمت. به شما سرزمینی می‌دهم که با دیده دلتان بتوانید آن را ببینید. آنکه پیروز می شود دارای پندار راسخ ظفرمندی است و تنها چیزی پابرجا خواهد ماند که بر صخره استوار حقیقت و صداقت بنا شده باشد. اما اگر اساس چیزی بر آب باشد سرانجام به عدم خود باز می گردد. تنها پندارهای الهی می توانند بقا یابند. بدی خود را ویران می سازد، چرا که جریانی در تضاد با نظم کل جهان است و راهی که یک خطاکار برمی‌گزیند راهی است بس دشوار. و این نادانها بودند که بدون برداشتن سوخت چراغ‌هایشان را با خود بردند، اما دانایان در ظرف‌هایشان سوخت ریخته و با خود بردند. چراغ سمبل هوشیاری انسان است و سوخت چیزی است که روشنی و آگاهی به بار می‌آورد. چون داماد دیر کرده بود همه آنها خوابشان برد و در نیمه های شب فریاد بیدار باش زدند. داماد آمد، به ملاقاتش بروید. سپس همه دختران جوان از خواب برخاستند و چراغ‌هایشان را مهیا کردند و کم خردان به بقیه گفتند از سوختتان به ما هم بدهید، چراغ‌های ما خاموش است. نادانان فاقد خرد و یا بینشی بودند که به منزله سوخت هوشیاریشان بود. بنابراین وقتی با یک اوضاع سخت روبرو شدند نتوانستند از پس آن بر بیایند. وقتی از دختران دانا خواستند تا از سوخت خود به آنها بدهند پاسخ دادند نمیتوانیم، چون سوخت به اندازه کافی برای ما و شما وجود ندارد. بهتر است که شما بروید و برای خودتان سوخت تهیه کنید. و این به آن معناست که باکره‌های بیخرد نمی‌توانند بیشتر از آنچه که شعور و یا سطح آگاهیشان اجازه می‌دهد به چیزی دست یابند. مردی که در مثال قبل آمد به سفر دلخواهش رفت، زیرا که این سفر در هوشیاریش واقعیت یافته بود. او از قبل باور داشت که به آن سفر می‌رود. وقتی برای سفر آماده می‌شد، گویی برای چراغش سوخت تهیه می‌کرد. تحقق یافتن خواسته در پی تصور کردن آن می آید. قانون آمادگی یا تدارک دوشویه عمل می کند. اگر برای چیزی آماده شوید که دوست ندارید و یا از آن می ترسید، مسبب رخ دادن همان هم می شوید. حضرت داوود علیه السلام فرمود از آنچه می ترسیدم بر سرم آمد. می شنویم بعضی ها می گویند باید برای مبادا و روز بیماری پول پس‌انداز کنم. این افراد تعمداً خود را برای بیمار شدن آماده می کنند. پولم را برای روز نیاز جمع می کنم. قطعاً این روز تنگ دستی و در بدترین زمان ممکن روی خواهد داد. مشیت الهی حکم می کند که همه انسانها از فراوانی نعمتهای ایزدی برخوردار باشند. انبارتان پرغله و جامتان لبریز باد. اما باید نحوه درست طلب کردن نعمت را فرا گرفت. عبارت زیر کلام خوبی است.
من قانون برخورداری از نعمتهای خداوند را فرا می‌خوانم. اکنون به لطف و رحمت خداوند باران نعمتهای الهی بر سر و رویم می‌بارد. در این گزاره سخنی از بیماری، محدودیت و یا احتکار به میان نیامده است. در عوض حس تنعم و زیستن در بعد چهارم را تصویر کرده و راه را برای رسیدن به موهبت‌های الهی باز می‌کند. هر روز باید انتخاب کنید که از خردمندان هستید یا از نادانان. آیا برای رسیدن به نیکبختیتان مهیا شده اید؟ آیا با فراخور ایمان دیو را سنگباران می کنید؟ یا آنکه در خدمت ترس و تردیدهایتان هستید و به فکر سوخت چراغتان نیستید؟ و هنگامی که نادانان برای خرید سوخت دور شدند، داماد از راه رسید و باکره‌های خردمند به همراه او رفتند و در بسته شد. سپس بقیه باکره‌ها سر رسیدند و از خدا خواستند تا در را به رویشان بگشاید و از سوی خدا خطاب آمد: همانا شما را به خاطر نمی آورم. شاید بگویید فراموش کردن سوخت برای نادانان خیلی گران تمام شد. قانون کارمایا بازگشت همین است. کار آن همچون روز جزا است که مردم همواره آن را به پایان جهان نسبت دادند. میگویند که روز جزا با عدد 7 مرتبط است. روز کیفر شما ممکن است در همین 7 ساعت، 7 روز، 7 هفته، 7 ماه یا 7 سال آینده رخ بدهد و آنگاه شما دین کارماییتان را ادا می کنید. بهایی که باید برای تخلف از قانون الهی بپردازید، زیرا از توکل به خدا غفلت کردید و برای چراغ‌هایتان سوختی به همراه نبردید. هر روز هوشیاریتان را بررسی کنید و ببینید واقعاً برای چه چیز آماده می شوید. آیا با ترس از ببر سکه روی سکه انبار می کنید؟ با این کار تنگدستی را به سوی خود می کشید. آنچه را که دارید خردمندانه استفاده کنید تا راه را برای دریافتی بیشتر باز نمایید. در کتاب کلام تو عصای جادویی توست درباره کیف جادویی خداوند سخن گفتم. در قصه های 1001 شب قصه مردی است که یک کیف جادویی دارد. به محض اینکه پول از آن برداشته میشد بلادرنگ پر پول می‌گردید. از این عبارت یاری جویید. خداوند روزیرسان من است. کیف پول جادویی او از آن من است که هرگز خالی نمی‌ماند. تا پول از آن برداشته شود فوراً پر از پول می‌گردد. به لطف خداوند و به گونه‌ای عجیب کیفم همواره از فرط پر بودن در حال ترکیدن است. این کلام تصویر زنده ای را در ذهن متبادر می سازد. شما از بانک خیال خود برداشت می کنید. زنی پول زیادی در دست نداشت و نگران بود که اگر قبض‌ها و صورت حساب‌هایش را بپردازد حساب بانکیش مستهلک بشود. با ایمانی راسخ گفت: من صاحب کیف جادویی الهی هستم که هرگز خالی نمی شود. هر چقدر از آن پول خرج کنم جایش پر می شود. او با بی‌باکی قبض‌ها و صورت حساب‌هایش را پرداخت و چندی بعد در کمال شگفتی وی کلی پول به حسابش واریز شد. هوشیار باشید و دعا کنید که تسلیم وسوسه نشوید که به جای آماده شدن برای چیزهای سازنده خود را برای چیزهای مخرب آماده کنید. زنی را می شناختم که برای مراسم عزا تور سیاه بلندی تدارک دیده بود. به او گفتم با این کارت جان اطرافیانت را به خطر می اندازی و گویی انتظار مردنشان را می کشی و زن فوری آن تور سیاه را سر به نیست کرد. زن دیگری که پولی در بساط نداشت تصمیم گرفت تا 2 دخترش را به دانشگاه بفرستد. شوهرش او را مسخره کرد و گفت: چه کسی پول شهریه اینها را می دهد؟ من که پولی ندارم. زن جواب داد: مطمئنم که خیر و برکت غیر منتظره‌ای به سراغمان خواهد آمد و همچنان مقدمات به دانشگاه فرستادن دختران خود را تدارک دید. شوهرش در دل به او می‌خندید و به همه دوستانش گفته بود که زنش می‌خواهد دخترانش را روی حساب کمک غیبی به دانشگاه بفرستد. ناگهان یکی از خویشاوندان ثروتمند پول زیادی را به آن زن هدیه داد. آری، کمک غیبی او سر رسید، چرا که وی ایمانی پویا را به کار بسته بود. از وی پرسیدم: وقتی به یاری غیبیت دست یافتی به شوهرت چه گفتی؟ پاسخ داد: من هرگز راضی نیستم با یادآور شدن آن که حق با من بوده است جورج را ناراحت کنم. پس برای کمک غیبیتان آماده شوید. بگذارید که همه چیز
بر محکم بودن ایمانتان صحه بگذارد. هر پیش آمدی در زندگی شما تبلوری از پندارتان است، چیزی که خود آن را از طریق ترس و یا از روی ایمان به هستیتان فرا خوانده اید، واقعیتی که خودتان برای آن آماده شده اید. بیایید از خردمندان باشیم و با خود سوخت به همراه ببریم و وقتی که حتی تصورش را هم نمی کنیم از حاصل ایمانمان بهره‌مند شویم. اکنون چراغ‌هایم سرشار از سوخت ایمان و کامیابی هستند. به فراخور ایمانتان به شما نعمت ارزانی خواهد شد. از انجیل متی. چه انتظاری دارید؟ ایمان همان انتظار است، چرا که به فراخور ایمانتان به شما نعمت ارزانی خواهد شد. بنابراین ببینید منتظر چه هستید. در طول روز از زبان مردم کوچه و بازار میشنویم منتظر بدتر از این هستیم، یا حالا از این هم بدتر خواهد شد. این افراد اوضاع بدتر را به زندگی خود دعوت می کنند. اما هستند افرادی که می گویند انتظار دارم اوضاع بهتر شود و این افراد اوضاع بهتری را به زندگیشان فرا می خوانند. انتظارات خود را عوض کنید تا شرایطتان دگرگون شود. چگونه می توانید انتظارات خود را تغییر دهید در حالی که عادت کرده اید همواره منتظر ناکامی، فقدان و شکست باشید؟ ابتدا طوری رفتار کنید که گویی منتظر شادمانی، کامیابی و توانگری هستید. برای رسیدن خیر و برکت آماده شوید. دست به کاری بزنید که نشان بدهد چشم انتظار برآورده شدن خواسته تان هستید. تنها ایمان فعال می تواند ذهن نیمه هوشیارتان را تحت تأثیر قرار بدهد. اگر برای خرید خانه کلام لازم را بر زبان می آورید، آنچنان آماده شوید که انگار لحظه ای وقت برای تلف کردن ندارید. وسایل تزئینی کوچک، رومیزی و بقیه چیزها را تهیه کنید. زنی را می شناختم که با خرید یک صندلی راحتی بزرگ قدم بزرگی در راه رسیدن به ایمان برداشت. یک صندلی بزرگ راحتی که مخصوص مدیرها است، یعنی کسب و کار، و برای او به معنی آماده شدن برای شوهر مناسب بود. چندی بعد مرد مناسبی از راه رسید و با او ازدواج کرد و هر دو با هم وارد دنیای کار شدند. حتی اگر پول ندارید تا وسیله‌ای را تهیه کنید، کافی است به ویترین مغازه‌ها نگاه کرده و با این اشیا ارتباط برقرار کنید. در حال و هوای داشتن آنها قرار گیرید. برخی از مردم میگویند به مغازه‌ها نمی‌روم چون پول ندارم چیزی بخرم. دقیقاً باید به همین دلیل وارد مغازه‌ها شوید و با چیزهایی که دلتان می‌خواهد طرح دوستی بریزید. زنی را می‌شناختم که دوست داشت انگشتری داشته باشد. او جسورانه وارد مغازه جواهر فروشی شده و چند انگشتر را امتحان کرد و آنچنان احساس تملک در ذهنش قوت گرفت که چندی بعد یکی از دوستانش انگشتری را به وی هدیه کرد. با آنچه که توجهتان به آن معطوف است می‌آمیزید. به چیزهای زیبا بیاندیشید و در دل به آنها نزدیک شوید. دیر یا زود اشیای زیبا زندگیتان را در خود غرق می‌کنند، مگر آنکه بگویید این همه چیز از سر من فلک زده زیاد است. روح من، فقط چشم به دستان پروردگار داشته باش، چون تنها امید من به یاری اوست. این آیه ارزشمند در مزمور 62 نوشته شده است. روح همان ذهن نیمه هوشیار است و کسی که این آیه را می‌خواند به ناخودآگاهش سفارش می‌کند که تنها به خداوند توکل کند و به هیچ کس دیگری تکیه نکند. تنها امید من به اوست. خداوند شکست ناپذیر است، چون راه او استادانه و روش‌هایش بدیع و مطمئن هستند. شما می توانید توقع اجابت هر آرزوی به ظاهر محالی را از خداوند داشته باشید. در صورتی که خودتان درهای رحمتش را به روی خویش نبندید، به او نگویید که توقع دارید خواسته‌تان چگونه محقق شود و یا آنکه اجابتش غیر ممکن است. خداوند هم خود موهبت است و هم بخشنده نعمت و او خود راههای محقق شدن خواسته‌تان را پدید می آورد. این عبارت را به کار ببرید. محال است از خدای کریم و بخشنده جدا شوم، بنابراین از موهبت‌هایش نیز دور نخواهم شد. نعمت‌های خداوند جلوه خود او هستند. این پندار را به خود بقبولانید که هر موهبتی جلوه پروردگار است. خداوند را در همه ابعاد و خیر و برکت را در هر وضعیتی ببینید.
و بدین سان بر اوضاع زندگیتان مسلط خواهید شد. زنی نزد من آمد و گفت که رادیاتورهای آپارتمانشان سرد است و مادرش سرما خورده است. وی افسوس صاحب خانه اعلام کرده که تا تاریخ معینی دستگاه گرمازا را به کار نمی اندازد. به او گفتم خداوند صاحب خانه توست. زن جواب داد. جوابم را گرفتم و به سرعت دور شد. عصر همان روز بی هیچ گفتگویی دستگاه گرمازا روشن شد. در حقیقت صاحب خانه اصلی یعنی خداوند دست به کار شده بود. زمانه غریبی است. مردم به معجزه ایمان پیدا کرده اند و فضا سرشار از عطر آن است. با نقل مقاله‌ای به قلم جان اندرسون از مجله نیویورک جورنال ان امریکن این مسئله آشکارتر می شود. عنوان مقاله مذکور چنین بود: نمایشنامه‌های راجع به مسائل ماوراءالطبیعی با استقبال عمومی روبرو شده اند. شب بعد مدیر بدبینی به نام براک پمبرتون با لحن کاملا انتقادآمیزی به منتقدین گفت: شما دوستان اگر تا این حد از خواسته های مردم نیویورک مطلع هستید، پس چرا به من نمیگویید با نمایش چه جور تئاتری می شود به فروش بالاتری دست یافت؟ چرا مرا هم وارد گود این تجارت نمی کنید؟ به من بگویید مردم بیشتر از چه نوع تئاترهایی لذت می برند تا من نیز از آنها تولید کنم. به او گفتم شما که به مضمون این نمایش ها اعتقاد ندارید. وی پاسخ داد از جواب دادن تفره می روید. به دانستن چیزی وانمود می کنید که در واقع از آن بی اطلاع هستی. تو هم در این لحظه بیشتر از من نمی دانی که چه نمایشی پرطرفدارتر است. گفتم چرا؟ تنها نمایش پرفروش این روزها مضمونی که همیشه مورد توجه بوده و خواهد بود و گوی سبقت را از نمایش‌های عشق و عاشقی و پلیسی و تراژدی‌های تاریخی ربوده است و هر نمایش کم‌مایه‌ای نیز که بر مبنای این مضمون بوده است به فروش زیادی دست یافته است. آقای پمبرتون گفت باز هم که داری مرا سر می‌دوانی، بگو اینها چه نوع نمایش‌هایی هستند؟ در پاسخ گفتم ماوراءالطبیعی و منتظر ماندم تا تأثیر این واژه دهان پرکن را در سیمای او ببینم. گفت ماوراءالطبیعی؟ واقعا منظورت ماوراءالطبیعی است؟ اندکی درنگ کردم و چون آقای پمبرتون ساکت بود عناوین چند تا از این نمایش ها را بر زبان آوردم: چمنزارهای سبز، دلیجان ستاره، معجزه پدر مالکی و غیره. در ادامه صحبتم گفتم حتی برای منتقدان نیز مشخص نشد که دلیل این استقبال مردمی شگرف چه بود. ولی آقای پمبرتون دیگر آنجا نبود. احتمالاً در تک تک تئاترهای شهر به دنبال یک دانشمند علوم ماوراءالطبیعه می‌گشت. مردم کم کم قدرت گفتار و پندار خود را باور می‌کنند و می‌فهمند که چرا ایمان رکن اصلی خواسته هایشان است، چیزهایی که هنوز برآورده نشده اند. بارقه‌های قانون انتظار را در خرافات نیز می‌توان مشاهده کرد. اگر از زیر نردبانی عبور کنید و انتظار بدبیاری داشته باشید، با آن روبرو می‌شوید. باور کنید که نردبان بیگناه است و دلیل نازل شدن بدشانسی آن است که شما انتظار آن را می‌کشید. شاید بتوان صورت مسئله را به این شکل عوض کرد. انتظار رکن اصلی خواسته است، چیزی که هنوز برآورده نشده است. از هر چه که ترسیدم بر سرم آمد. وقتی چشم انتظار یاری پروردگار هستید، چیزی آنقدر شگفت‌انگیز نیست که واقعیت نداشته باشد. چنان عجیب نیست که اتفاق نیفتد و آنقدر عجیب نیست که ابدی نباشد. اکنون چشم انتظار همه موهبت‌هایی شوید که به نظر بعید میرسند و همینک منتظر تحقق یافتنشان بشوید تا به لطف خدا و به نحو احسن تحقق یابند. چرا که خداوند شگفتی‌هایش را به گونه‌ای اعجاب‌انگیز پدیدار می‌سازد. میگویند که در انجیل حدود 3000 بشارت ذکر شده است. بیایید چشم انتظار محقق شدن همه آنها باشیم. توانگری، اعتبار، جوانی جاوید، جسمتان همچون تن یک کودک تازه خواهد شد و زندگی ابدی یعنی بر مرگ غلبه خواهید کرد. ما می‌دانیم که امکان تحقق همه وعده‌های الهی میسر است. بنای ادیان الهی بر آمرزش گناهان و پاک از دنیا رفتن است. ما با فراخواندن قانون بخشش خودمان از شر اشتباهات و پیامدهای ناشی از آنها رها می‌شویم.
حتی اگر گناهانت به سرخی شنگرف باشند، خداوند آنها را به سپیدی برف کرده و از ضمیر تو می‌زداید. و سپس جانمان با نور تطهیر می‌یابد و تبدیل به تنی نورانی می‌گردد که تباهی ناپذیر و ویران نشدنی است. تبدیل به گوهری ناب می‌شود که خود نماد کمال است. چشم انتظار تحقق یافتن غیر منتظره خواسته ام هستم. اینک سعادت باشکوه هم از راه می‌رسد. پروردگار جاوید پشت و پناهتان بوده و بازوهای ابدیش شما را در بر گرفته است. سفر تسلیه. بازوی بلند پروردگار. در کتاب مقدس بازوی خداوند همیشه نمادی برای حمایت بوده است، زیرا نویسندگان آن به نیروی نمادها آگاه بودند. نمادها اثری بسیار قوی بر ذهن نیمه هوشیار آدمی دارند. نمادهایی همچون صخره، گوسفند، چوپان، تاکستان، چراغ و غیره. پی بردن به تعداد نمادهای کتاب مقدس همیشه جالب توجه بوده است. بازوی خداوند مظهر حمایت، قدرت و نیرومندی است. پروردگار جاوید پشت و پناهتان است و با بازوی ابدیش شما را در بر گرفته و دشمنان پیش رویتان را مغلوب می سازد و به شما فرمان می دهد که بر آنان بتازید. اما این دشمنان چه کسانی هستند؟ آنها همان پندارهای منفی هستند که خود شما در ذهن نیمه هوشیارتان ساخته اید. دشمنان آدمی در درون او لانه دارند و با بازوی جاودانی پروردگار تباهی می‌یابند. آیا تا به حال آسودگی ناشی از رها شدن از تفکری منفی را حس کرده اید؟ شاید یکی از این تفکرات منفی احساس نفرت و کینه‌ای باشد که به محض اندیشیدن به آن خشمگین می‌شوید. در این حالت از هر کسی که میشناسید یا نمیشناسید، چه در گذشته و چه در حال، بدتان میآید و یقینا مردمی که در آینده با آنها ملاقات خواهید کرد نیز نمیتوانند از تیغ خشم شما بگریزند. نفرت تمام اندامهای بدن را تحت تأثیر قرار میدهد. وقتی نفرت می‌ورزید، با تک تک اجزای بدنتان این کار را انجام می‌دهید و مجازات این کار روماتیسم، دردهای مفصلی، بیماری اعصاب و غیره است. زیرا اندیشه‌های اسیدی سبب آزاد شدن اسید در جسمتان می‌شود و همه این مشکلات از آن رو پدید می‌آیند که شما به جای محول کردن کار به بازوی بلند خداوند، خودتان وارد جنگ شده اید. برای برخی از شاگردانم از عبارت زیر استفاده کرده‌ام. بازوی بلند خداوند همه مردم و اوضاع را در بر می‌گیرد تا وضعیت موجود را کنترل کند و حامی من و منافع من باشد. این کلام بازوی نیرومند و حمایتگر خداوند را به تصویر می‌کشد. با پذیرفتن آنکه خداوند حامیتان است، دیگر نیازی نیست که مقاومت کنید و یا نفرت بورزید. آسوده خاطر می‌شوید و شرایط را سخت نمی‌گیرید. با این کار تفکرات خصمانه درون شما نابود می‌شوند و شرایط نامطلوب ناپدید می‌گردند. پیشرفت معنوی به معنای توانایی در خاموش ماندن یا خود را کنار کشیدن است و نیز سپردن کارها به پروردگار گیتی و محول کردن نبرد به وی می باشد. وقتی سینه‌تان خالی از بار کینه ها می شود، احساس آسایش از راه می رسد و نسبت به تمام آدم ها به نوعی مهربان می شوید. اینطور می شود که جسمتان به روال عادی خود کار می کند. آلبرت ادوارد دی، دکترای فلسفه، میگوید این امر که حتی مهر ورزیدن به دشمنان نیز برای سلامت روحی و روانی سودمند است، شدیداً از نقطه نظر علمی تایید شده است. اما اینکه افکار منفی بر سلامت جسم اثر سوء میگذارند، اکتشافی جدید است و مشکلات جسمی اغلب ریشه احساسی دارند. احساسات نادرستی که دائمی شده و سبب پدید آمدن انواع امراض میگردند. وقتی روحانیون میگویند دشمنانتان را نیز ببخشایید، مردم عادی آن را غیر ممکن و زاهد مآبانه میپندارند و آن را جدی نمیگیرند. اما این توصیه علمای مذهبی علاوه بر آن که حاوی یک پیام اخلاقی است، نخستین قانون سلامت و تندرستی نیز هست. هیچ کس نباید محض خاطر سلامتی خودش هم که شده در کینه و نفرت فرو رود. نفرت ورزیدن مثل نوشیدن مکرر جام زهر است. وقتی اصرار می کنند که از شر ترس‌هایتان رها شوید،
فکر نکنید که به سخنان خیال پردازانه یک آرمانگرا گوش می کنید. شما در واقع به توصیه‌ای گوش فرا می دهید که برای تندرستی شما به اندازه داشتن یک رژیم غذایی صحیح مهم است. مسئله رژیم غذایی متعادل نیز امری مهم است که آن نیز بدون یک ذهن متعادل بیفایده می نماید. زیرا اگر پریشان باشید نمی توانید کالری لازم بدن خود را از موادی که می خورید جذب کنید. عدم مقاومت یک هنر است. وقتی موفق به انجام آن شدید دنیا به کام شماست. چه بسیار مردمی هستند که می کوشند تا اوضاع را عوض کنند و همیشه ناکام می شوند. شما هرگز نمی توانید با تحمیل اراده شخصی خود به شادکامی و سعادت دائمی دست یابید. از آنچه که از شما می‌گریزد دوری کنید. پی هیچ چیزی نباشید، زیرا نیکبختی خودش به دنبال شما می‌گردد. رد پایش را تعقیب کنید. نگاه کنید، رد پاها به پشت در خانه شما می‌رسند. از لاولاک، ورزشکار مشهور انگلیسی، پرسیدند که چگونه به رکورد خود در 2 استقامت و سرعت دست یافت. جواب او این بود: آموختن آرامش. بیایید در هنگام فعالیت نیز آرامش خود را حفظ کنیم. لاولاک وقتی با بیشترین سرعت می‌دوید در آرامش مطلق به سر می‌برد. بزرگترین موفقیت‌ها و فرصت‌های طلایی معمولاً وقتی رخ می‌دهند که اصلاً انتظارش را ندانید. باید به اندازه کافی شرایط را به حال خود رها کنید تا قانون جاذبه دست به کار شود. کسی هرگز ندیده است که یک مغناطیس مضطرب و نامتعادل باشد. مغناطیس مستقیم می ایستد و برایش مهم نیست که چه بر سر دنیا می آید، چرا که می داند سوزنها نمی توانند به سوی او جذب نشوند. چیزهایی که می خواهیم وقتی رخ می دهند که ما کاری به کارشان نداشته باشیم. من همیشه در دوره‌های آموزش مکاتبه‌ایم می گویم مگذارید که آرزوی قلبیتان تبدیل به مرض قلبی شود. وقتی با شور و التهاب خاصی چیزی را طلب کنید، آن را از خود دور می سازید. در این حالت می ترسید، دلهره پیدا کرده و عذاب می کشید. قانون سری بی‌اعتنایی چنین است: هیچ چیزی مرا از جایم تکان نمی دهد. کشتی های شما هنگامی سر می رسند که به دریا بی‌اعتنا باشید. بسیاری از شاگردانم با تحت فشار قرار دادن عزیزانشان در خواندن کتاب‌هایم آنها را شکنجه می‌کند و با استنکاف آنان روبرو می‌شوند. یکی از دوستانم کتاب بازی زندگی را به خانه برادرش برد تا آن را با هم مطالعه کنند. برادرزاده‌هایش از خواندن کتاب سر باز زدند و آن را خزعبلات خواندند. یکی از آنان که راننده تاکسی بود، شبی کتاب را در صندلی عقب ماشینش پیدا کرد. آن را خواند و فردای آن روز به عمه‌اش گفت: دیشب کتاب خانم اسکابلشین را در ماشین پیدا کردم. آن را تا آخر خواندم و چقدر چیزهای خوبی در آن نوشته شده بود. واقعاً که یک کتاب فوق‌العاده است. چرا خانم شین کتاب جدیدی نمی‌نویسد؟ خداوند از راه‌های ویژه خود معجزاتش را به انجام می‌رساند. اغلب افرادی که با آنها ملاقات می‌کنم افرادی ناراضی و شاکی‌اند و معدودند کسانی که شاکر و خوشنود باشند. روزی مردی به من گفت: خیلی چیزها دارم که بابتشان از خداوند ممنون باشم. تندرستم، پول کافی دارم، در ضمن مجرد هم هستم. در مزمور 89 که مزامیر همه شعر و آواز هستند، شعر 2 نفره زیبایی را می‌خوانیم. در این باب یکی مزمور می‌خواند و خداوند لشکرها به او پاسخ می‌گوید. این سرود برای تمجید از بازوی قدرتمند خداست. بخشندگی و رحمت‌های خداوند را تا ابد می‌خوانم. ای خدای لشکرها، چه کسی به نیرومندی توست؟ بازوی تو پرتوان است، دست تو قوی و دست راست تو بهشت است. و سپس خداوند لشکرها با زبان شعر پاسخ او را می‌دهد. دست من با هر که باشد، بازوی من او را قوی خواهد کرد. رحمتم را تا ابد شامل حالش خواهم کرد. میثاقم با او استوار خواهد بود. برای همیشه کلمه است که بیشتر در داستان‌ها و افسانه‌ها به کار می‌رود. در عالم مطلق انسان موجودی فراتر از مکان و زمان است و سعادتش از ازل تا به ابد است. افسانه‌های پریان نیز از اسطوره‌های قدیم ایرانی است که بر مبنای حقیقت بنا نهاده شده‌اند. علایالدین و چراغ جادویش
اثر کلام را به تصویر می کشد. علاءالدین دستانش را به چراغ می کشید و همه آرزوهایش به وقوع می پیوستند. کلامتان چراغ جادوییتان است. پندار و گفتار نوعی امواج رادیواکتیو هستند که بیهوده ساطع نمی شوند. دانشمندی گفته است که کلام تبدیل به شعور و بصیرت یا نور می شود. شما هر دم از ثمره گفتارتان بهره‌مند می شوید. در یکی از سخنرانی‌هایم دوستی به من گفت که مرد همراهش سالهاست کارش را از دست داده است. این عبارت را به او توصیه کردم. اینک زمان مقرر است و امروز زمان فرارسیدن خوششانسی عالی من. این گفتار در ذهنش جرقه‌ای زد و اندکی بعد شغلی با حقوقی معادل سالی $9,000 به وی پیشنهاد شد. زنی از من خواست تا خیراتش را تبرک کنم. من این عبارت را به کار بردم. 1000 برابر این خیرات به صاحبش باز می گردد. زن $1 به صندوق انداخته و با ایمان کامل گفته بود این $1 مشمول برکت خداوند است و در مقابل این $1 $1000 به دستم می رسد. او کمی بعد از این ماجرا و به شیوهی عجیب $1000 به دست آورد. چرا بعضی از مردم خیلی زودتر از بقیه این حقیقت را آشکار می سازند؟ زیرا که گوش و دیده جانشان قوی تر است. در مثلهای قدیمی قصه مردی آمده است که بذرهایش را در زمینی باربر پاشید و 1000 خوشه درو کرد. کلامتان همان بذرتان است. من توصیه می کنم به کلامی گوش بسپارید که با ذهنتان جور در می آید. گفتاری که در ذهنتان تصویری روشن را پدید می آورد و این کلام است که به بار می نشیند. روزی به فروشگاهی رفته بودم که صاحبش را به خوبی می شناختم. قبلا به یکی از کارمندان آنجا کارتی داده بودم که یکی از عبارات مورد تاییدم را رویش نوشته بودم. به شوخی به رئیس فروشگاه گفتم کارتم را با دادن به تو حرام نمی کنم چون می دانم تو آن را نمی خوانی. گفت نه تو رو خدا یکی به من بده از آن استفاده می کنم. 1 هفته بعد به دیدنش رفتم و به او کارتی دادم. پیش از آن که فروشگاه را ترک کنم با هیجان به طرفم دوید و گفت تا عبارت شما را به کار بردم 2 مشتری از من خرید کردند. عبارت چنین بود اینک زمان موعود است. امروز روز خوششانسی و شادکامی شگفت‌آور من است. این کلام به خوبی کار خودش را کرده بود. بسیاری از مردم خواسته خود را با عبارات بی ملاحظه و مبالغه آمیزی بیان می کنند. من بسیاری از مطالب مربوط به کلاس هایم را در سالن های آرایش پیدا می کنم. دختر جوانی مجله‌ای خواست تا به آن نگاهی بیاندازد. به متصدی مربوطه گفت چیزی به من بده که به طرز وحشتناکی جدید و به شکل هولانگیزی هیجان آور باشد. و در واقع او آخرین مجله سینمایی را می‌خواست. هر روز می‌شنویم که مردم می‌گویند آرزو می‌کنم یک چیزی اتفاق بیفتد که به گونه هولانگیزی جالب باشد. آنان با این کلام ماجراهای ناراحت کننده اما هیجان آوری را به زندگیشان فرا می‌خوانند. بعد با خود فکر می‌کنند که چرا چنین بلاهایی بر سرشان می‌آید. امروزه باید در همه دانشگاه‌ها یک کرسی به دانشمندان علوم ماورالطبیعه اختصاص دهند. ماورالطبیعه حکمت اعصار است. دانشی باستانی که در طی قرون متوالی در هند و مصر و یونان تدریس شده است. هرمس مصری، خدای عقل، دانش و جادوی مصریان، یکی از فرزانگان مصر بود که تعالیمش به طور جدی حفظ شده و پس از 10 قرن به دست ما رسیده است. او هنگامی که نسل جدید آدم هنوز در دوره طفولیت بود در مصر زندگی می‌کرد. اما اگر کتاب کیوالیوم را به دقت بخوانید متوجه می‌شوید که مضمون آن همان چیزهایی است که امروزه می‌آموزیم. به نظر او هر یک از حالات فکری دارای امواجی هستند. انسان با آنچه که به آن فکر می‌کند و امواجی که از خود ساطع می‌نماید یکی می‌شود. پس بیایید از حالا به بعد امواج شادمانی و موفقیت و توانگری را از خود منتشر کنیم. اینک زمان موعود است. امروز روز شادکامی و خوششانسی شگفت‌آور من است. امروز بگویید که در خدمت چه کسی خواهید. یوشع